مسئله زیاد شکایت دارم که استاد وقتی که به درس میشینم درس مطالعه میکنم خوابم میبره. هر وقت درس میخونم خوابم میبره. چی کار باید بکنم که خواب نبره؟ ما 3 راه رو براتون نشان میدم. در این 3 راه اگر شما هر یک انتخاب کردید میتونین در وقت مطالعه خوابتون نبره. راه اول که است واتر پلاس واکینگ است. هر وقت به درس میشینید شما درس میخونید و خوابتون میبره. شما بخیزید در حرکت کردن، در قدم زدن درس مطالعه بکنید. دوم که است eat plus drink. هر وقت شما زیاد پرخوری نکنید. وقتی که به درس مطالعه میشینید زیاد پرخوری نکنید. زیاد بخورید باز بشینید با خوابتون میبره. و زیاد ننوشید. نوشابه، چای، چیزا زیاد ننوشید. هر وقت میخواین نوشابه استفاده کنید کم استفاده کنید. و سوم که است break plus change place. هر وقت در مطالعه خسته شدین خوابتان میبرد وقفه بگیرید بعد از وقفه محیط رو تغییر بدین از یک جای به جای دیگه محیط رو تغییر بدین و همیشه کوشش کنین وقتی که شما مطالعه میکنین اون مضمون سخت هر مضمون سختی باشه او از طرف صبح بخونید از طرف صبح که میخیزید مضمون سخت باشه هر مضمونی که باشه فرق نمیکنه اون مضمون است از طرف صبح میخیزید اون مضمونی که سخت است اول او رو میخونید و یک متد دیگه که خوابتون نبره کم کم بخونید. 1 ساعت بخونید وقفه بگیرید باز بخونید. 1 ساعت بخونید باز وقفه بگیرید باز بخونید. و همیشه کوشش کنید همیشه که تکرار زیاد کنید. ریپیت هر وقت ریپیت بکنید شما باز درس خونده میتونید. ایرا میتونید یاد بگیرید. و کسی که نمیخونه باز دیگه نمیخونه.